سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به پیج FCA Future Chartered Accountants یا حسابداران خبره آینده. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که از پست‌های جدیدمون با خبر باشید و با کامنت و لایکتون به ما این انرژی رو بدین که ادامه بدیم و اطلاعات مفیدی که حداقل فکر میکنیم که داریم و با شما در میون بذاریم. خیلی خوشحالم که هستیم. امروز در کنار شما هستیم با سابجکت جدید، حقوق حسابرسان در کشورهای مختلف. حسابرسان تو کشورهای مختلف حقوق متفاوتی دارن. از استرالیا تا آلمان هر جایی میتونید به عنوان حسابرس فعالیت کنید. این حقوق بسته به تخصص و تجربه کاری و مکان متغیره. در زیر براتون میانگین حدودی حقوق حسابرسان چند از کشورهای مختلف مهاجر زیاد میپذیرن. خودتونم مقصد مهاجرت بسیاری از ایرانیان هستن و آوردیم. اولین کشور استرالیا. طبق آخرین آمار که برای 5 سال گذشته بود، استخدام حسابرسا توی استرالیا با نرخ رشد بالاتر از متوسط 18% افزایش یافت و حقوق حسابرسا تو استرالیا مناسبه و پیش بینی میشه که تو سالهای آینده نیز رشد خوبی داشته باشه. تو سال 2024 میانگین حقوق حسابرسا رو حدوداً 59 الی 60,000 دلار استرالیا برآورد کردن که این حقوقا معمولاً توی بازه حقوق حسابرسی معمولاً توی بازه 47 تا 84,000 دلار استرالیا هستش. لازم ذکر این موضوع هست برای شما عزیزان که این موقعی که من میگم ماهیانه نیست، سالیانه است. خودتون ضرب تقسیم کنید ببینید ماهیانه چقدره، کدومش بهتره و برای ما پایین کامنتش کنید. کشور دوم کانادا، یکی از مقاصد محبوب برای مهاجرت حسابرسان. حقوق حسابرسان تو کانادا بیشتر از میانگین بازار حسابرسی ایران خواهد بود و سال 2024 میانگین حقوق حسابرسان رو تو کانادا 60,000 دلار کانادا برآورد کردن و بازه حقوقی حسابرسان توی کانادا از 41 تا 100,000 دلار هستش. کشور بعدیمون کشور نیوزلند آمریکا. حسابرسان تو آمریکا هم حقوق مناسبی دارن، بازار کار خوبی هم براشون وجود داره. میانگین حقوق حسابرسان تو آمریکا حدوداً 64,000 دلار تو سال 2024 بوده که این بازه حقوقی حسابرسان تو آمریکا معمولاً بین 48,000 تا 95,000 دلار آمریکا هستش. و در آخر آلمان هم که یکی از کشورهایی که حسابرسا میتونن توی اون موقعیت‌های شغلی خوبی رو پیدا کنن. میانگین حقوق حسابرسا تو آلمان حدوداً 55,000 یورو در سال 2024 تخمین زده شده و بازه حقوقیشون هم از 43,000 یورو تا 83,000 یورو هسته. خب حالا به نظر شما کدوم کشور مقصد خوبیه برای مهاجرت حسابرسان و کار حسابرسی؟ برامون کامنت کنید، لایک، سابسکرایب کنتون نره. خیلی دوستتون دارم. منتظر ویدیوهای دیگه باشین.